4 تا از ممنوعه ترین فیلم های تاریخ سینما. قبل از اینکه ویدیو رو ببینی زیر 18 سال این ویدیو رو رد کنن و اصلا نگاه نکنن و یه هشدار بهت میدم، فیلم 3 و 4 رو اصلا نمیتونی تا آخرش تماشا بکنی. اینو همین اول بهت قول میدم. 4 تا فیلمی که قراره الان بهت معرفی بکنم یا سالها ممنوع بودن یا هنوزم خیلیا جرئت نمیکنن درباره‌شون حرف بزنن، چه برسه به ببیننش. پس اگه دنبال فیلمای ملایم و خانوادگی هستی اشتباه اومدی. همین الان ویدیو رو ببند و این فیلم رو نگاه نکن، چون جرأت تماشای فیلمای 3 و 4 رو نداری. بریم برای معرفی فیلم اول و شروع کنیم ویدیو رو. بریم سراغ اولین فیلم. اسم فیلم ناشا، محصول سال 2013. فیلمی که ظاهرش عاشقانه است ولی ناشا باطنش یه رابطه خطرناک، سمی و ممنوع است. 18 ساله است که عاشق معلم 25 سالش میشه. داستان درباره یه پسر 25 ساله از اینجا به بعد روایت میشه. یه عشق ساده؟ نه، چون زن دچار انحرافات جنسی، کنترلگری و رفتارهای اعتیادگونه است. این فیلم مستقیم میره سراغ بدترین رابطه ها و دقیقاً همین باعث شد تو خیلی کشورها سانسور سنگینی بخوره. یعنی اینجوری بود که 2 ساعت فیلم رو تبدیل کردن به 1 ساعت و 20 دقیقه و اون 40 دقیقه رو زدن. گرفتی چی میگم؟ این تا اینجا. و نقاط قوتش چی بوده؟ تنش بالا و بازی روانپریشانه زن. نقاط ضعفش، اگه دنبال منطق هستی، این فیلم پر از رفتارهای احمقانه است. جنجال تا دلت بخواد. پس چیکار میکنی؟ برای دانلودش کامنت بذار، بهت روشش رو بگم که چجوری میتونی دانلودش بکنی. داستان فیلم رو هم که بهتون گفتم دیگه، یه پسر 18 ساله عاشق معلم 25 سالش میشه، در حالی که نمیدونه این زن چه نقشه های شومی براش ریخته و محصول سال 2013 ژانر بزرگسال داره. به هیچ عنوان زیر 18 سال تماشاش نکنن. بریم سراغ فیلم دوم که بدتر از این فیلمه. یعنی ببین، یه راهبه‌ایه که پشمات میریزه بگم چی کار میکنه و چه داستانایی رو سرهم میکنه برای اینکه بتونه با زیدش بخوابه. اینجوری بهت بگم. بریم برای معرفی فیلم دوم. اگه تا اینجا اومدی لایک هم بزن و بریم سراغش. بریم به کشور انگلیس و شهر لندن. اسم فیلم بندتا، محصول سال 2021. داستان یه راهبه به اسم بندتا کارلینی هستش در قرن 17. بریم که بهتون داستانش رو بگم و ببینیم که چه خبره. فیلم دوم یه سطح بالاتر از جنجاله. این فیلم از دیدگاه یه راهبه در قرن 17 ساخته شده. زنی که هم تحت فشار مذهبی، هم دنبال قدرت، هم دنبال رهایی و هم گرفتار یه رابطه ممنوعه میشه. حالا وقتی رابطه ممنوعش شکل میگیره، باید نذاره بفهمن که این با یه زن دیگه در ارتباطه. راهبه های دیگه نباید بفهمن. اما در این بین فیلم نه تنها عاشقانه است، بلکه یکی از جنجالی ترین نقدهای مذهبی تاریخ سینما رو زده. کارگردانش هم کسی نیست جز پل ورهوفن، همون که همیشه مرز اخلاق و ترکونده. نتیجه چی میشه؟ فیلم تو بعضی کشورها ممنوع شد و هنوزم خیلی ها جرأت ندارن دربارش رک صحبت بکنن و اگه جایی بری اسمشو بیاری، مثلا در پیش منتقدا اگه بیاری، یه نظرهای منفی وجود داره که هیچ کس نفهمید چرا این نظرهای منفی باید اصلا وجود داشته باشه. اما من اینجا بهت میگم چون فیلم از صحنه هایی هست که به مذهب و دین حالا عیسی یک ذره بر میخوره. مثلا میگم اینجوریه. گرفتی چی شد؟ چون در اون زمانها همجنسگرایی زیاد مد نبوده مثل الان در بیشتر کشورها. مثلا خب طبیعی شده، دین انسانیت و فلان و اینا باش کاری نداریم. من نظرتو میخوام بدونم در رابطه با حالا همجنسگرایی. یه جمله برام داخل کامنت ها بنویس، آیا موافقی یا نه؟ خیلی دوست دارم. لایک و کامنت رو بزن و بریم سراغ فیلم سوم که خیلی بدتره.
بریم سراغ یه فیلم درام و فانتزی و ترسناک و هیجان انگیز. فیلم سوم بیزانتیوم، یه فیلم ترسناک با هیجان بالا مخصوص عاشقای فیلم‌های ترسناک با نمره 6.5. اینو جز فیلم‌های ممنوعه نمیشه بذاری، ولی در بعضی جاها حالا سانسورهای صورت گرفته. فیلم سوم میره تو فضای تاریک خوناشامی ولی با یه زاویه متفاوت. قصه دو زن مرموز رو تعریف میکنه که وارد یه شهر ساحلی میشن و از همون لحظه مرگ کم کم پشت سرشون حرکت میکنه. فیلم نه صرفاً ترسناک نه صرفاً فانتزی، یه فضای مالی خزلیالی داره، حس ناامنی و تصویری تاریک از جاودانگی رو نشون میده. اگه دنبال یه فیلم خوناشامی جدی و بزرگسالانه هستی که کلیشه‌ای نباشه، این یکی مخصوص خودته که بشینی با پارتنرت نگاه بکنی و مواظب باشی که کارایی رو انجام صورت نگیره، ولی اگه انجام دادی نازش هستت. اینم از فیلم سوم. به فیلم چهارم نرسیدیم ولی اون فیلمم خیلی معرکه‌ایه. یه فیلم اسلشره که تم ممنوعه بودن رو داره که بهت به زودی معرفی میکنم، ولی اگه تا اینجا اومدی و دیدن محتواهای من لذت بردی، همین الان کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله بغلش رو بزن تا بریم سراغ فیلم چهارم. انجام دادی؟ دست خوش، دست در نکنه، چون واقعا زحمت زیادی بابت ویدیوها کشیدم و فقط با یه لایک کردن و سابسکرایب کردنت و 5 ثانیه یا 10 ثانیه بیشتر زمانت نمیگیره. خیلی خوشحالم کردی. بریم که فیلم چهارم رو بهت معرفی بکنم. خیلی خفنه، خیلی. ما بریم سراغ آخرین فیلم، فرانک اند پنلوپه. این فیلم از اون دسته داستاناست که با ظاهر عاشقانه شروع میشه اما خیلی سریع تبدیل به یک کابوس، خشونت، فساد و انتخاب‌هاییه که مسیر زندگی شخصیت‌ها رو جهنمی میکنه. فیلم کمتر دیده شده ولی فضای آلوده، شخصیت‌های خاکستری و حال و هوای نوار بزرگسالانش رو داره که باعث شده بین فیلمبازهای خاص طرفدار پیدا بکنه. ولی به هیچ عنوان با زیر 18 سال این 4 تا فیلم رو نگاه نکن و اگر میخوای که مثلا برای افرادی که زیر 18 سال هستن تا بتونی با خانواده نگاه بکنی، به هم بگو چه فیلم هایی رو دوست داری داخل کامنت ها تا من برات بسازمش. خب این 4 تا فیلم قرار نیست حالت خوب بکنن، اما اگر دنبال سینمای ممنوعه، دارک و جنجالی هستی، همین ها دقیقاً مواد اولیه هستن که میخوای. اگه فیلم های بیشتری از این جنس میخوای برات بسازم، کامنت بذار و از دیدن این 2 تا ویدیو هم میتونی لذت ببری و دکمه سابسکرایب رو هم بزن. این 2 ویدیو مربوط به همین ویدیویه که دقیقاً فیلم‌های عاشقانه و دارکی که میخوای رو داره. پس همین الان کلیک کن روی یکیشون و برو ببینش و دکمه سابسکرایب اون بالا رو هم بزن. خیلی عشقی. فعلا بابای.